به نام خدایی که از جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران لقدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک چند برادران و خواهران برای آن برادران و خواهرانی که در سامانه‌های اینترنتی کار و فعالیت دارند، خصوصا در سامانه یوتیوب، یک چند سخن دارم. برادران لقدر، امروز همه ما و شما میبینیم که بسیار آن برادرانی هستند که درباره مدینه بسای و دیگر مدینه بسای را کسی زد، یا که فیروزه را چنین گفت، یا که مادرش چنین گفت، گویان نوار میبرند و فکر میکنند که این برای مردم خیلی ضرور است. لیکن ای برادر، تا آخر یک لحظه خوب فکر کن که از اون مدینه بسای و از اون فیرو حفیظه و دیگر برای مردم چی فایده؟ یا هستن برادرانی که بارون سایت های اینترنتی اون صورت های فحش و فجور میگذارند و میگن مردم اینا حتما تماشا کنین، انا این رو عاشق میگن، انا این رو فلان میگن، این رو بسمدان میگن. ای انسان، خواه در اینترنت باشد خواه در حیات، الله سبحانه و تعالی هر یک عملی ما و تو را در نامه عمل می نویسد. نمیگه که فلانی انسان در اینترنت ماند هیچ گپ نیست. نه، زیاد از 50-60% برادران همتون قپیدین گرفتین همون مدینه بسای را کسی زد، فیروزه حفیظه بچونی مادر چونین گفت، فلان چونین گفت، اینش فلان گفت، یا که بطل 6 به 1. ای دوست من، اگر امکانیت داری برای مردم، فقط برای رضایت الله تعالی یک کاری بکن که از اون مردم برای زندگی خودش یک بهره خوبی برد. زندگی این مدینه بسای و نیست، زندگی این فیروزه حفیظه و نیست. نه، زینهار صدها افسوس زیاد که هستن اون برادرانی که یک موضوع مدینه بسای رو اینش با فکر خودش، فلانش با فکر خودش، یک نواری که در اینترنت یافتگان همه را میگذارن در وقتی وی سخن میکنن. آخر از اون برای مردم چی فایده؟ خوب او را زدند، او را لطو کوب کردن، او را آهرا دادن، او را کرسکه کردن، او را پریک مخر کردن، منیکیور کردن، چی کردن؟ برای مردم از این چی فایده؟ در زندگی از این چی فایده میبرن؟ ای دوست من، ای بنده خدا، البته هر یک انسان خطاگی دارد، لیکن دیده و دانسته این کارهای احمقانه که میکنین، آخر یک لحظه خوب فکر کنین. آخر یا که نوبتی فیروزه حفیظه بشد، اون سخنی که مادر فیروزه حفیظه به دخترش گفت، تا 5-6 نفر اون بلاگرای تاجیکی هستن با فکر خودشان هر خیل تیمه کرده و برای مردم، برای پرسماتور اون چی جمع کردن سخن میکنن و خلاص. لیکن از این برای مردم چی فایده؟ یک کاری کنن که برای مردم یک عمل خیر خودتان رسانیده توانین. اگر توانین برای مردم نیکی کنین و اگر که نتوانین حداقل زیان نرسانین. شما اون بیت های شیطانی و اون فسق و فساد که میگذارین مردم، فقط شما سببگار میشین که مردم اون بیت های فسق و فساد گوش کند. خب گذار اون صورت هایی که در وسط پدر و مادر هستند، در وسط خدا پرستی، شاید که اسباب اون صورت هایی تو میگذاری ایمان اونها پرتر گردد. نه اینکه این فسق و فساد، این عاشقی، اینش فلان، اینش دیگر، اینش رقص زیبا میکند، اینش رقص بیزیب میکند. استغفر الله. ای برادر، باز در خاطر دار که خواه اینترنت باشد و اینکه حیات فرق ندارد، برای هر یک عمل ما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی کلا جواب میدهیم. از هیچ یک عمل، از هیچ یک کار که ما در اینترنت باشه که در حیات راهی گریز نداریم. بجای موضوعی که مدینه بسای رو کی زد، شما یک موضوعی گذارن که به فلان انسان ناچار کدام شما یاردم داده میتواند، کی را زد، کی زد، چی خیل کرد، چی کار کرد، این برای مردم هیچ اهمیت ندارد. شما بگیرین یک مردم عادی حیاتی که حیاتش به حد مشکل، اونا بگیرین بگین مردم، برادران، خواهران، کدام از شما به این برادر یا که خواهر یاری فی سبیل الله خودش بخشیده میتواند؟ آخه برای شما فرقش کی زد اونها را، کی را تو خوب کرد، کی آرا داد؟ برادر خوب اندیشه کن. شرط نیست که هر یک انسان که رو 100 خیل 150 خیل رکلام کرده برای مردم پهن کنه. آخر همون فیروزه حفیظه، برای مثال فیروزه حفیظه در اون سامانه اساسی که از خودی وطن اون کارگردانا استفاده میبرن، برآمد گفت من چون این خطاگی کردم، مادر چون این خطاگی کرد. شرط نیست که اونو بگیرن و هر یک به هر خیل نپرولین خودتون مثلا که برای مردم رکلام کنین. آخر
استغفرالله بگین. کم در خوب فکر کنین که شما چی کارکردی سادین برای مردم، برای خلق مسلمان چی یاری خودتون میرسونین. از خاندان وای با خبر شدن برای مردم چی فایده؟ موضوع زندگی به حد بسیار موضوع. اگر خواهین اون زندگی مردم بگیرین، یک مسئله کنین، یک حکایت کنین، شاید که یک درد انسان به سبب اون حکایت شما آرام گردد. لیکن خوب اندیشه کنین. از ما فقط یک گفتن، از شما یک شنیدن. باقی همه شما را الله تعالی در حفظ امانت خودش نگه بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین.